در کارگاه مطبع‌جویی درس یکم فارسی 11 اومده که معانی فعل شد را در سروده زیر بررسی کنید. فعل شد اگر معنی رفتن بدهد یک فعل ساده است، یعنی میتونه جمله دو جزئی هم میسازه. اما اگر فعل شد یا مصدر شدن معنی گشت و گردید بدهد، مسندساز و نقش قبل از این فعل یعنی فعل شد مسند است. مثلا در این بیت گرگه شام و سحر شکر که ضایع نگشت، قطره باران ما گوهر یک دانه شد، که شد در این بیت به معنی گشت و گردیده. اینجا فعل ما فعل اسنادی است و در بیت بعدی فعل شد به معنی رفتنه. نمونه متن که درس یکم را داریم همون بیت یقین مرد را دیده بیننده کرد، شد و تکیه بر آفریننده کرد. اینجا شد به معنی رفتنه.